توقیف دوباره صدای عادل فردوسی پور در صدا و سیما که باعث شوک هواداران شد. اسفند سال 97 بود که شبکه 3 سیما به شکل ناگهانی پخش برنامه پرطرفدار و مشهور 90 رو متوقف کرد. فردوسی پور به غیر از گزارش بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا که بین پرسپولیس و اولسان کره جنوبی بود، در سال 99 دیگر مسابقه فوتبالی را گزارش نکرد تا اینکه این اواخر دیدار رئال مادرید و میلان و آرسنال و اینتر رو در آپارات اسپورت و فوتبال 360 گزارش کرد. رخدادی که باعث شوق و خوشحالی هواداران فوتبال و به ویژه طرفداران خودش شد. و بعد از اون بود که هشتگ فردوسی پور و هشتگ بازگشت چهره‌های محبوب و ملی دوباره بعد از اون گزارش در فضای مجازی ترند شد. بعد از فراگیر شدن این هشتگ ها بود که سخنگوی دولت درباره عادل فردوسی پور اظهار نظر کرد و بازگشت از برخی تصمیمات رو به نفع مردم و جامعه قلمداد کرد. فاطمه مهاجرانی در این توییت نوشته بود: بازگشت از برخی تصمیمات که مردم رو شاد میکنه هم به نفع دوستداران فوتبال هست و هم توان افزایش سرمایه اجتماعی رو داره. گاه با یک تصمیم ساده میتوان وفاق بزرگی رو در جامعه ایجاد کرد. این توییت که خودش هم با هشتگ فردوسی پور در فضای مجازی ترند شده بود باعث شد که مردم خوشحال بشن و فکر کنن که فردوسی پور قراره به زودی به صدا سیما برگرده. و اما بعد از گذشت 5 سال و 8 ماه با توافق خود عادل فردوسی پور، او بار دیگر به عرصه گزارش زنده فوتبال برگشت. وزیر ارشاد همون موقع تو مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌ها از رایزنی برای رفع محدودیت هنرمندان و چهره‌ها خبر داده بود و اشاره به بازگشت گزارشگر محبوب فوتبال ایران هم کرده بود. عادل فردوسی پور در ابتدای این گزارشگری جدیدش به مردم صبور ایران سلام داد و صداش رو بار دیگر از وطنش به گوش هموطنانش رسوند. اتفاقی که باعث خوشحالی طیف وسیع از مردم شد. آخرین بار فردوسی پور با شکستن سکوتش همراه با بغض ناراحت کننده‌ای در جشنواره جام جم سال 97 بعد از دریافت تندیس جایزه مردمی بهترین برنامه برای 90 به رسانه ملی ادای دین کرد و در این حال حرفاشو خطاب به مدیران وقت زد و از سکوی جام جم پایین رفت. به نظرتون علت این همه مخالفت با عادل فردوسی پور در چیه؟ نظراتتون رو در کامنت برای ما بنویسید. و اما قبل از اینکه به ادامه ماجرا بپردازیم، اگر تا اینجا ویدیو خوشتون اومده لطفاً ویدیو را لایک کنید. عادل فردوسی پور سابقاً در مصاحبه‌ای گفته بود: من عاشق گزارشگریم و همیشه رویای گزارشگر شدن رو داشتم. از سال 97 به این وقت بیشتر از هر چیزی بابت گزارش نکردن اذیت شدم و تو مقاطعی مثل جام جهانی و چند تا مقطع دیگه هم به این پیشنهاد شده بود که بیام صدا سیما و هم در فضای مجازی کار رو ادامه بدم. ولی موقعیت به شکلی بود که اگر میخواستم برگردم باید یه سری اصول خودم رو زیر پا میذاشتم. در نتیجه عشق شوقی که برای گزارشگری داشتم رو کلاً کنار گذاشتم. عادل فردوسی پور در جواب به این سوال که احتمال داره که باز به صدا سیما برگرده خیلی قاطعانه گفت: نه، من تمام تمرکزم الان روی برنامه 360 هست و دوست دارم توی همین برنامه‌ای که خودم ساختم راه رو ادامه بدم. حالا در روزهای گذشته اعلام شد که با میانجیگری عده‌ای از مدیران فرهنگی و البته تمایل عادل فردوسی پور برای بازگشت، سکوت عادل فردوسی پور را حداقل در فضای مجازی به پایان رساند. پروسه‌ای که به نظر میرسه میتونست در صدا سیما هم ادامه پیدا کنه. به ویژه که پیمان جبلی در گذشته روی آنتن صدا سیما قول بازگشت چهره‌های محبوب رو داده بود.
بعد از رسیدن به جایگاه ریاست سازمان صدا سیما، از اولین سالهایی که از او پرسیده شده بود، همین تصمیم او برای بازگرداندن فردوسی پور بود که هیچ وقت شفاف موضعش رو در این خصوص اعلام نکرد. با این همه حالا حضور فردوسی پور در سکوهای اینترنتی میتونه به منزله پیشرفتی برای بازگشت به صدا سیما تلقی بشه. و اما خبر خوشحال کننده ای که از پخش صدای عادل فردوسی پور که در فیلم‌ها منتشر شد، در اقدام عجیب بلافاصله جلوی اون رو گرفتن. مدیرعامل فیلم‌ها با انتشار فایل صوتی یک تماس تلفنی از ممنوعیت پخش صدای فردوسی پور خبر داده. آقای محمد جواد شکوری با انتشار این فایل صوتی نوشت: اصلا فرق نمی‌کنه محتوا چی باشه. از نظر ساترا و صدا سیما کلاً هر چیزی توقیفه. الان از ساترا تماس گرفتم، گفتن که پخش گزارش عادل فردوسی پور توقیفه. از این به بعد هر درخواست عجیب یا غریب یا برخورد غیرقانونی و زورگویی ساترا و صدا سیما رو توییت میکنن. مدیرعامل فیلمو با این کارش یه جوری به مقامات بالا هشدار داد. در این تماس تلفنی گفته شده گزارش بازی با صدای عادل فردوسی پور خلاف ضوابط هست و باید بازی که امشب در حال پخشه هرچه سریعتر از روی صفحه برداشته بشه. خب به پایان این ویدیو از سری ویدیوهای ما رسیدید. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.